بریم ببینیم با این بشکه میخواد چیکار کنه. میاد اول یه اندازه میذاره، بعد با این دستگاه برشش میده و اونو جدا میکنه. قسمت داخلیشو نوار میندازه، قسمتی هم که جدا کرده و دورشو نوار میندازه و 2 تا لولا میزنه و اونو نصب میکنه. یه قفلم میندازه و که یه در قشنگ براش درست میشه. بعدم 2 تا پیچ میزنه و یه حالت طبقه در میاره. یه تخته چوب هم برش میزنه و اندازه اون داخل بشکه و اونو داخل بشکه قرار میده که یه طبقه درست میشه. روش هم میاد با دستگاه برش میزنه و یه کاسه روش قرار میده و اونو کاسه رو پیچ میکنه روی اون بشکه. بعد یه پیچ هم قرار میده و قسمت پایین اون شیر آبم جای لوله رو در میاره و آماده استفاده میشه. بعدش هم میاد یه رنگ قشنگ بهش میزنه و براق میشه که بتونه ازش استفاده کنه و اونو به عنوان روشویی ازش استفاده میکنه.